پی اصلاحی خود است، هر که در پی اصلاحی خانواده خود است، هر که در پی اصلاحی جامعه خود است، نمیشه مگری که پابند قیام اللیل باشد. یعنی اصلاحی از قیام اللیل شروع میشه. هر کسی که در پی قوت است، چه قوت روحی باشه، چه قوت بدنی باشه، چه قوت قلبی باشه، هر نوع قوت در قیام اللیل نهفته است. حتی قیام اللیل باعث شفای بیماری هاست، باعث قوت بدن است، از امراض جلوگیری میکنه. اینقدر یک عبادت بزرگی هست. قیام اللیل یا نماز شب قوت قلب است، اطمینان قلب است، فرحت و خوشی قلب است که ما توسط قیام اللیل میتونیم به اون مقام برسیم. ماهایی که در این عصر که ما و شما قرار داریم خیلی نیازمندتر هستیم خواهران، به نهایت نیازمند هستیم که این عبادت محکم بگیریم. خصوصا خواهران گرامی، هر کسی که در پی علم نافع و حقیقی است. گاهن خواهران سوال میکنم، میگه در وقتا زیاد حقیقی میگی، علم نافع که گفتی خواهر حقیقی است دیگه، حالا شاید شما بگوین، اما حقیقی را به این خاطر که تاکیداً علم نافع حقیقی چون امروز زیاد چی شده نه؟ خلط شده، پوشانده شده، حقایقش کمرنگ شده. علم حقیقی اما علم نافع، اما که ما را به الله میرسانه، نه این معلومات هایی که امروز ما شما جمع آوری میکنیم. چون امروز هر معلومات ما فکر کردیم علم است. برای رسیدن به علم نافع، حفاظ کرامی که نمیجا پیشوری من نشستین، برای رسیدن به ای که شما یک حافظ حقیقی شوید، قیام اللیل بر خود واجب بسازید، واجب بگیرید. اگر میخواهیم که به علم برسیم و برکات علم حاصل بکنیم، یکی از بهترین راهاش قیام اللیل است. و طالب العلم باشی و قیام اللیل نداشته باشی، دعوتگر باشی و قیام اللیل نداشته باشی، معلم باشی و قیام اللیل نداشته باشی، پدر باشی و قیام اللیل نداشته باشی، مادر باشی و قیام اللیل نداشته باشی، و بعد برکت بخواهی، برکت علم بخواهی، برکت عمر بخواهی، برکت فرزند بخواهی، برکت مال بخواهی، این چیزا حاصل نمیشه.